آی دکتر. آی دکتر نداره. شما در وزارت دفاعی کار میکردید، معاون کسی بودید که چند سال بعد طرف میشه جاسوس MI6 اعدامش میکنه. بله. درسته؟ خب شما برای مملکت نسخه میپیچیدی یا نه؟ آیا در برهه‌ای از زمان شما صنایع دفاعی این مملکت دست شما بوده یا نبوده؟ من که رئیستون جاسوس MI6 بوده. اجازه بده. رئیس شما هم تو صدا و سیما وقتی کار میکردی خیلی آدما بود. رئیس من نیست که صدا، یعنی چی به من؟ شما مگه صدا و سیما صنایع دفاع رو شما با یه سریال تلویزیونی یکی میکنید؟ صدا و سیما مهمتره یا وزارت دفاع؟ هر دو مهمه. کدوم مهمتره؟ من صنایع دفاع رو مهمتر میدونم. از نظر جرید امنیتی در ایران صدا و سیما بسیار مهمتر از وزارت دفاع است. شما در وزارت دفاع راحت‌تر استخدام میشید تا در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران. من نمیدونم. نه من میدونم. من چی خوندم؟ علوم سیاسی. شما چی خونده بودی؟ متالورژی چیکار داره به فیلمسازی و این چیزا؟ بهترین تحلیلگرای سیاسی در حداقل تاریخ متالورژیست بودن. نه خیر، بچهای دانشکده فنی بودن. دانشکده فنی بودش که رفتش سیاست نشون اینجا رو کشید. آقای متخصص اطفال ما شد وزارت امور خارجه. من اشکالی درش نمیبینم. خب بابا متالورژی خونده میاد تو کارگردانی تهیه کننده صدا و سیما میشه. مملکت ما همین. هیچ کس سر جای خودش نیست. آی دکتر. آی دکتر نداره. آی دکتر نداره. 100 دقیقه حرف زدی. بله منم دیگه خسته شدم. من مخلص شما که خسته نمیشه، استراتژیست خسته میشه. بله آدم خسته، استراتژیست اگر بخواد دروغ بشه مثل شما میگه نه خسته نمیشه، دشمن خسته میشه. من استراتژیست دروغگو نیستم.